احتمال مقامات روسیه از 14 تا 68 هزار مهاجر ممنوع الورود تاجیک به قلمرو این کشور را عفو کنند. در این باره منابع سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی خبر داده و گفتند که این موضوع در صحبت سفیر امام الدین ستاروف با الکساندر گاراوای معاون اول وزیر امور داخلی روسیه بررسی شده است. مقامات سفارت گفتند که فعلا در مجموع 270 هزار مهاجر کاری کشور از حق ورود به قلمرو روسیه محرومند. امام الدین ستاروف سفیر تاجیکستان در روسیه روز 9 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در صورت قانونی شدن این تصمیم روسیه قرار به زودی عملی می شود. وی گفت روسیه اساساً شهروندانی را عفو خواهد کرد که به حقوق ویرانکنی مأموری متهمند. سفیر افزود: جانب روسیه در وقتی گفتگو گفتند که آن از 14 تا 68 هزار نفر که شاید از روی خط ممنوع شدگان بیرون میشن و اگر جانب روسیه بینن شاید در هفته های نزدیک ماه نزدیک البته این حل کنش میامد. مقامات روسیه نیز در آخر ماه ینور امسال رسما گفتند که مسئله عفو مهاجران اخراج شده تاجیک را بررسی دارند، ولی آن وقت رقمی خاصی در این زمینه ارائه نشده بود. ایگور شوالوف معاون نخست وزیر روسیه روز 27 ینور در روبروی خبرنگاران در دوشنبه گفت به آنهایی که قانون شکنی جدی نکردند یگان مکانیزم ساده تر پیش بینی میکنند. خبر عفو مهاجران تاجیک در آستانه سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به دوشنبه صدا داد که بنا به اطلاع رسانه‌ها روز 28 فوریه امسال صورت خواهد گرفت. با این حال برخی از مهاجرانی که چند سال باز به دلیل اخراج از روسیه حق ورود به این کشور را از دست دادند بیش از دیگران از این سفر پوتین امیدواری دارند. در این ردیف آنهایی نیز هستند که خبر احتمال عفو مهاجران ممنوع الورود تاجیک به روسیه را چرخش دیگر کرملین برای به دست آوردن دیل حکومت‌های آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان و یا اجرای شرط من برای تو برای من می‌دانند. مهاجرت کاری در روسیه یک منبع اساسی تأمین روزگار اکثر خانواده‌ها و یک عامل کلیدی حفظ ثبات اجتماعی در تاجیکستان باقی می‌ماند و منع ورود مهاجران تاجیک به معنای از یک منبع مهم تأمین زندگیش محروم شدن دست کم یک خانواده تاجیک است.